ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای بسا شب زنده‌داری که سود و منفعتشان از شب زنده‌داری بیدارخوابی است، و ای بسا روزه‌داری که بهره اش از روزه تنها گرسنگی و تشنگی است. روایت طبرانی، احمد، حاکم و بیهقی. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. علمای اسلام در شرح این حدیث میگویند شخص مسلمان روزدار باید شبهای رمضان را مخلصانه با طاعت و عبادت گذراند، زیرا گاه شب زنده‌داری به اخلاص هست که بجز بیدارخوابی چیزی به دست نمی آورد، و گاه روزداری به اخلاص هست که بجز تشنگی و گرسنگی چیزی به دست نمی آورد. بنابراین شخص روزدار باید زبانش را از غیبت و تهمت و سخنان بیهوده نگاه دارد، همچنین چشمش را از نظر حرام و گوشش را از شنیدن سخن بیهوده و باطل نگاه دارد تا اجر و ثواب روزه را بگیرد. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. شنونده عزیز، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که روزه داشتن نه تنها این نه آشامیدن و نه خوردن است، و این چنین باید چشمان ما روزه دارند از چیزهای حرام، و این چنین گوشهای ما باید روزه دارند از شنیدن چیزهای بیهوده، و این چنین زبان ما باید روزه دارد از غیبت و تهمت و سخنهای بد. پس خوش به حال آن روزه‌داری که با تمام عضوهایش روزه می دارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.